میخوام سطح زبانم بره بالا، چیکار کنم؟ خیلی راحته. یکی از کاری که باید انجام بدی یادگیری اصطلاحات است، یا همون idioms یا expressions. مثل این یکی live wire. یعنی چی؟ ببینید معنای تحت لفظی این کلمه میشه live به معنای زنده، wire هم به معنای سیم هست. A live wire یعنی سیمی که از توش داره برق رد میشه. سیمی هم که از داخلش برق رد میشه یه حالت پویا و فعالی داره و باعث میشه یک چیزی شروع کنه به حرکت کردن. این معنای تحت لفظیش بود یا همون literal meaning. به این مثال دقت کنید. Don't touch that cable. It's a live wire. دست به اون سیم نزن، برق داره. یا مثلا شما دارید پخش زنده فوتبال رو نگاه می‌کنید، اگه دقت کرده باشید این گوشه تلویزیون بالا نمیشه لایو به معنی زنده. قبل از اینکه بریم سراغ معنی اصلیش، لطفاً حتما این ویدیو رو لایک کنید و ما رو فالو کنید. حالا بریم سراغ معنی اصطلاحی این جمله که باعث میشه سطح زبانی بره بالاتر. A live wire یعنی آدمی که سرزنده هست، پویا است، فعال هست. چجوری این اصطلاحو تو ذهنم نگه دارم؟ خیلی راحته، کار زیادی میشه کرد. یکی از کارها اینه. اول از هر چیزی مترادف‌های این اصطلاحو یاد بگیرید که خب میشن active or energetic. چند تا مترادف دیگه هم داره که خیلی لول بالاتر هستن، اونها رو توی کپشن نوشتم، حتما چکشون کنید. روش دوم برای یادگیری بهتر این کلمه‌ها و اصطلاحات، باید باهاشون جمله بسازید. به این مثال دقت کنید. Our boss surprises me. He's in his 50s, but he's full of pep. He's always on the go. Yeah, you're right. He's a live wire. این مکالمه که الان انجام دادیم یه چند تا کلمه دیگه هم هست که معانی اونها رو هم توی کپشن نوشتم. برای اینکه شما این اصطلاح رو بهتر یاد بگیرید، چند تا مثال دیگه نوشتم که با خوندن اون مثال‌ها باعث میشه این اصطلاح بهتر توی ذهن شما بمونه. حتما شما هم با این اصطلاح یه جمله بسازید و برای ما کامنت کنید. می‌بینمتون.